بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سید الشهدا علیه السلام فرمودند چشمان آن که قطره اشک در مصائب ما بریزد خداوند او را در بهشت جای میدهد. و دوباره قرار سوگواری هر ساله ما فرا میرسد. قراری با پیشینه بیش از 400 سال که از نیاکان ما با تلاش و کوششی وصف ناپذیر به ارث رسیده است. اکنون ما در حسینیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به رسم هر ساله از 40 حسینی تا 28 ماه صفر المظفر با همراهی و نظارت فقیهی از فقهای اهل بیت علیهم السلام به شبیه خوانی می‌پردازیم تا بیش از پیش با سیره حسنه اهل بیت علیهم السلام در برخورد با مصائب آشنا شویم و توفیق پیروی نصیبمان شود تا ذخیره‌ای باشد برای روز واپسین و افتخاری برای قریه قودجان، شهرستان خانسار و ایران عزیز اسلامی. مدیریت محترم این مجتمع و این مراسم عزاداری، همکاران محترمم آقایون ذاکرین و پرسنل زحمتکش این حسینیه، خیر مقدم عرض میکنم خدمت برادر عزیز و بزرگوار خدمتگزار به این نظام جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر احمدی نیا، مدیر کل بنیاد شهید استان اصفهان و همراهان. خیلی خوش اومدین، قدم رو چشمای همه ما گذاشتین. انشالله خداوند بهتون عمر با عزت عنایت بفرماید. انشالله عنایت کنیم. شب جمعه است، به یاد کربلای ابی عبدالله الحسین و قبر مطهر ابی عبدالله 3 مرتبه بلند بگیم یا حسین. مجلس آتش انداختن حضرت ابراهیم و بت شکن به دست حضرت ابراهیم رو مشاهده میکنید. انشالله فردا بعد از ظهر هم مجلس حضرت مسلم ابن عقیل رو در خدمتتون خواهیم بود. شب هم انشالله مجلس حبیب ابن مظاهر. قرائت فاتحه بفرمایید. نثار اموات رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.
گلستان کند آتشی بر خلیل گروهی بر آتش برد آب نیل نگه دارد از تاب آتش خلیل چو تابوت موسی ز غرقاب نیل چه تابوت موسی ز غرقاب نیل
برپا داده ای فلک داده ای فلک داده ای فلک داده ای فلک صد داد و بی داده ای فلک داده ای فلک داده ای فلک صد داد و بی داده ای فلک داده ای فلک داده ای فلک صد داد و بی داده ای فلک مهیمنا ملکا ای خدای فرد کریم چگونه شکر تو سازد به دهر ابراهیم رحمتت کرده تقاضا ز ره لطف بسی کرده ای خلعت و منصب به بر ابراهیم خدای من یقین من شده کامل به کبریایی تو تویی مقدر و غافر تویی غفور و رحیم مگو چنین سخنان مگو چنین سخنان ای جناب ابراهیم وگر نمی رسد از من تو را عذاب علیم به غیر بت که بود گو خدای عالمیان ابراهیم بکن تو سجده بت‌ها بکن تو سجده بت‌ها کنون به قلب سلیم که باشد آن که تو گویی که باشد آن که تو گویی رحیم و رحمان است که باشد آن که تو گویی رحیم و رحمان است که باشد آن که تو دانی مدبر است و حکیم همو ببن زبان زین سخن نمای سکوت بود خدای مرا جاه و عزت و جبروت هر آنچه هست به دنیا تمام میمیرند به جز خدای کریم المصور ملکوت مرا چه کار به نمرود و ملت نمرود
مرا چه کار به طاغوتم سجده طاغوت. عمو جان ابراهیم پسر برادر من، نصیحتی کنمت بشنو ای ستوده داور. مگو از این سخن لغو، مگو از این سخن لغو، تو نمای سکوت. مباد آن که بگوید کسی بر نمرود، نمی کنی تو برای بتان، نمی کنی تو برای بتان سجود و قنوت. تو آخرش بنمایی کنون مرا رسوا. میدانم تو آخرش بنمایی کنون مرا رسوا، به نزد مردم و نزد شه و بر طاغوت، بر طاغوت. همو به حق خداوند فرد لم یزلی، خدای نیست مرا جز مهیمن ازلی. عمو جان منم که خوانده مرا کردگار خیش خلیل، منم که هست دو فرزند من نبی و علیم. عمو جان اگر به آتش سوزان مرا بسوزیدن، که هست ذکر مرا نام حق خفیم جلی. روم بگویم این شرح حال با نمرود، با خدایمان برم بگویم. روم بگویم این شرح حال با نمرود، که هست او به من و تو به غیر بت معبود. به او نصیحت ز جبر و عذاب من کردم، به او نصیحت ز جبر و عذاب من کردم. که پند من به تو اندر جهان ندارد سود، ندارد سود. عمو جان نباشم ز نمرود من مضطرب، اصلا دلم نیست از خوف او منقلب. نه من میکنم سجده طاغوت را، نه من میشوم کفر را مرتکب. عمو جان نه من میشوم کفر را مرتکب. اهل مجلس کردگار قادر یکتا منم. من
خداوند شماها من هستم، خالق جن و بشر، سلطان بی همتا منم. آن خداوندی که عالم را نموده آشکار، آن که اندر سجده گفتی ربی الاعلی منم. بدانید 7 زمین و 9 سما در حکم و فرمان من است. قادر حی قدیم و قادر یکتا منم. ایها الناس، آن خداوندی که باشد لم یزل، مهلک حی قدیم و غالب دانا منم. گر خبر داری بگو از بندگانم حالیا، تا بود شاهی به ظاهر، ظاهر و پیدا منم. ای خداوندگار عرض و سما، بندگانیم ستاده ایم بر پا. هرچه فرمان دهی به جان کوشیم، بندگانیم و حلقه در گوشیم. آفرین، آفرین، صد آفرین بر امتحانت ای وزیر. لرزه بر جانم فتاده زین کلامت ای وزیر. هر دو عالم باد جاویدان بکامد ای خدا. نمرود نصرت و اقبال و فیروزی غلامت ای خدا. هیچ میدانی که ابراهیم پسر برادر من دین تازه‌ای یافته دیگر نسازد احترامت ای خدا. هیچ میدانی که از حکم تو پیچیده از سر، کرده رسوا در میان خاص و عامت ای خدا. آمدم در خدمتت تا عرض سازم شرح حال، تا کشی با کینه از وی انتقامت ای خدا. آفرین، صد آفرین بر امتحانت ای وزیر. لرزه بر جانم فتاده زین کلامت ای وزیر. گر کنی تدبیر اندر دفع ابراهیم زار، می نمایم جمله عالم به کامت ای وزیر. خلعتت بخشم فراوان، لطف سازم بیکران. می کنم افسوده هر دم احترامت ای وزیر. پادشاها شهریارا صاحب جانها توی. نمرود خسرو والا توی، شاهنشه دنیا توی. خود تو میدانی حریفش نیستم، حریفش نیستم من در زمن. هرچه پندش میدهم او مستمع نبود به من. 100,000 دفعه 100,000 دفعه بنمودم عذابش از جفا. میپرستد باز ابراهیم خدای خیش را. حال روز عید باشد خدای ما نمرود، حال روز عید باشد. خیز از جا یک زمان، روی اندر عیدگاه سازیم خدای این جهان.
بارها گفتم که او را سر جدا کن از بدن، خود ندادی گوش ای بی آبرو بر حرف من. او مرا کرده است رسوا در میان خاص و عام. من نگفتم کرده دین تازه‌ای او اهتمام. حال برگو جمع گردن بندگانم سر به سر، تا به صحرا رو گذاریم ای وزیر پرهنر. گو به ابراهیم تا آید به همراه عیدگاه، تا بسازم روز روشن نزد او چون شب سیاه. هر چه فرمان دهی به جان خواهم، زان که من بنده شهنشاهم شهنشاهم. رو به ره آری جمله به تمام، از فصیح و از شریف و مرد و زن، از خاص و عام. حکم فرموده شما را ای جماعت پادشاه، جمله رو آرید این ساعت به سوی عیدگاه عیدگاه. ابراهیم بر فرمان نمرود دغا، روی بنما سوی صحرا از ره مهر و وفا از ره مهر و وفا. ای عمو جان ای عمو جان افکن زان رو تو ابراهیم زار، گشت رنجور و ضعیف و ناتوان و دلفکار. عمو جان بازگو از قول ابراهیم در نزد شاه، چون مرا ممکن نباشد رفتن در عیدگاه. عموی خوبم من همین جا عیدگه سازم، عبادت میکنم، بعد از آن فرمان آن شهرام اطاعت میکنم. شهنشاه جهان ای شهنشاه جهان، گفته است ابراهیم زاد، چون که هستم خسته و بیمار و رنجور و فکار. چون نباشد بر تنم از سوز تب تاب و توان، تا شوم در عیدگاه من بر شما اکنون روان. باشد چون که گردیده است او زار و علیم، کو به بتخانه باشد ابراهیم. برم آرید اینک اسبم را، تا نهم رو به جانب صحرا.
اشیا. باش اینک تو هم به اسب سوار، جانب ایدگاه شوید روان، با بزرگان شهر با یاران. بریم تو. چون که برون رفته از این شهر شاه، روی نهاده است سوی ایدگاه. کن مدد ای خالق جن و بشر، دامن همت بزنم بر کمر. تا که نگشته است به من عرصه تنگ، روی به بتخانه نهم بی درنگ. نیست از این قوم مرا خوف و بیم، از تو مدد می طلبم ای کریم، از تو مدد می طلبم ای کریم. تیشه بگیرم من دلخون بکف، خورد نمایم همه را از طرف. ای بت ملعون، ای بت ملعون، چه بود حال تو؟ تیشه زنم بر سر و رخسار تو. از چه نگویید به یاران کلام، از چه نخواهید به
گرچه مکان رفته از این لحظه شاه میشکنم آن که شمارن اله. رفته کجا بنده خاص شما، آن که شما را همی خواند خدا. لات و هوال را بکنم ریز ریز تا که نخواند کسی او را عزیز، تا که نخواند کسی او را عزیز. زستمد ای صنم نیست مرا از تو مدد ای صنم، چون که صنم می شکنم یا صمد. ده به من از لطف و کرامت مدد، ده به من از لطف و کرامت مدد. گردن این بت بنهم تیشه رام، تا که مقصر نکند کس مرام، تا که مقصر نکند کس مرام. ای وای که ظلم کرده یاران از کینه به ما و بر خدایان. کی چشم ز روی دوست بسته، دست و سر و پای بت شکسته. آذر چه قضیه روی داده، خود گشته همه بتان فتاده. ای وای
ای وای یک تبری بس گران است بر گردن این بت کلان است بر گردن این بت کلان است گویید که کرده این جفا را تا من کشمش به خاک خارا به خاک خارا. من میگویم آذر تو بگو آذر به نمرود دغا کرده ابراهیم این جور و جفا. وای وای ای خدای حی قدیر من چه سازم ز دست ابراهیم از خدای بزرگ و از کوچک از خدای بزرگ و از کوچک همه را خرد کرده این بیشک میروم تا خبر به شاه دهم تا نماید به او عذاب علیم. خدای ما نمرود خسروا ای که نباشد چه تو یک شاه شریر مطلبی هست دهی اسم نمایم تقریر. بلی بگو چون که هستم من بسی خرم و شاد و خندان ای وزیر گر خبر تازه بود ساز بیان. اما وزیر خائفم من بسی از معجزه ابراهیم. چه گویم؟ معجزه نیست ولی هست یکی سحر عظیم. چه گویم ای شه عالم ز دست ابراهیم بیان نما چه کرده است مگر آن جوان پاک نسب به تیشه خورد نموده است خبر نداری به تیشه خورد نموده است عجب جمله بت به غضب پیشا کرده است بگو برای چه بنموده خورد بتها را. جهاد کرده به زعم خود خدای ما نمرود جهاد کرده به زعم خود آن نکوسیما. برو بیار بر من تو زود ابراهیم. روم بیاورم ای پادشاه هفت اقلیم. خطاب من به تو باد ای جناب ابراهیم بیا رویم سوی قصر شاه با تعظیم. بیا رویم ببینیم چه در نظر دارد دگر چه فتنه خوابیده زیر سر دارد. اما خدا
هزار دشمن امر میکنن قصد هلاک، گرم تو دوستیم از دشمنان ندارم با. بزرگ روی زمین خدای ما نمرود، خدای یگانه ما، بزرگ ما، بزرگ روی زمین، ای شهنشه اقلیم. ستاد اسب ببین، ستاد اسب ببین در حضورت ابراهیم. عطا به من به تو ای کافر لعین دغا، مرا برای چه خواندی برد ز راه جفا. خودت میدانی ابراهیم از چه بشکستی خدای خلق را ای بی وفا. من نیازاردم خدای خلق را ای پر و جفا. گفتن بر من خدا را خرد کردی نیک نام. بی ادب بودن آن بت کشته آنها را تمام. کی تواند بت کند آن ظلم را از راه کین. تیشه را بر دوش این بت ببین می آیم بنوازید. تیشه را بر دوش این بت بفرما پادشاه خود ببین. باورم نبود آخه این بت توانایی این کار را ندارد. باورم نبود جمادی بیش نبود این بتا. تو حقیقت را بپرس از او اگر دارد زبان. زبانی ندارد، سخن نمیگوید، مظلوم است. از چه کردی تو خدایان جهان را این چنین؟ گر خدا بودی اگر خدا بودی نگشتی خورد ای شوم لعین. من را تمسخر میکنی مردک. بت خدا توانایی چنین کاری ندارد. این بت نمیتواند آن بتها را بشکند. کار تو عجب خدای ناتوانی. شد یقینم از تو بتها خسته ام. جمله از دست تو سر بشکستن. ای غلامان دست ابراهیم را بر رسن بندی از راه جفا. جانب زندان بریدش بی سؤال تا شود از زندگی افسرده ها. جانب زندان قدم بگذار خار تا که از جورم شوی بی اعتبار. یا رب بر سگاه بلا تن نمی کشم، بر حلقه کمند تو گردن نمی کشم. هستم رضا ز جان که بسازم به این عذاب. اله من در راه دوست منت دشمن نمی کشم. وزیرم بیا. آذر بیا وزیرم.
آذر ای آذر بگو تدبیر چیست؟ فکر من در پیش تو تأثیر نیست. آخر ابراهیم از خیشان توست، بنده دلریش درویشان توست. کرده بتها را تمامی پای ما، هست در زندان خداوند جلال. از او را پروریدی در جهان، گفتم او شاید شود از بندگان. حال بهر کشتنش تدبیر کن. پیکرش را خدای ما نمرود، پیکرش را طعمه شمشیر. نه باید 100 بار جان دهد ابراهیم، به خدایان ما توهین کرده است. بدتر از این بایدم کشتن زکین. هر چه فرمایی به جا باشد یقین. معلوم شد به من که این کار عظیم، این کار قبیح کرده است ابراهیم. برگو تو وزیر چون کنم تعذیبش، کس درد و غم و قصه دلم شد بدونی. ای پادشه جهان سلطان کریم، گر آنکه عذاب می کنی ابراهیم، بر آتش سوزنده بر آتش سوزنده بینداز تنش. سوزاندن او عجب عذابیست علیم. تو آذر حکم کن هیزم بیارم، سراسر بندگان با بار آیند. بگو آذر همه آتش فروزند، که ابراهیم را باید بسوزند. این عمل را کنون به چه آرم به چشم، آتش از بهر او به پا دارم به پا دارم. گوش فرا دهید. شاه فرموده ساکنان بلد، به خدایان خود کنید مدد. جمع سازید جمله ای مردم، پشتها بار از هیزم. جملگی آرید هیزم بی ستو، جمع سازید این زمان در پای کو در پای کو. ابراهیم بت شکن، بت‌های ما را می شکنی. باش حاضر جناب ابراهیم، هست آتش تو را عذاب علیم. نیز باکم به خدای داور، تا شوم سوخت من یازر. چون که در رتبه خلیل الله هم، به عملهای شما آگاهم. ای خداوند کریم دادار، جان به راحت کنم اینک ایثار.
سلام علیک ای خلیل خدا، به خدمت رسیدیم برات از وفا، به قربانت ای دستگیر محل، سرافیل باشد بدان نام من. آقا جانم بود همراه ما 200 از ملک، پی خدمتت حاضریم یک بگم، یکی هست فرمانده ابر و باد، موکل یکی بر تمام جمال، یکی هست بر آبهای جهان، موکل ایا رهبر امتان، یکی هم امین تمام زمین، بود دیگری کوه‌ها را مقیم. آقا جانم کنون بهر نصرت برات آمدی، همه بهر خدمت مهیا شدی، اشاره نمایی اگر تو به ما، پی دفع نمرودیان دغا، به یک چشم بر هم زدن ای خلیل، نماییم نمرودیان را ذلیل، بدز بر ما تو ای ارجمند، که سازیم تمامی اسیر کمند. صد علیک ای محرم اسرار ما، صد علیک ای در شدائد یار ما، بر تو اسرافیل نبود حاجتم، بیش از این باشد به راهش همتم، من ندارم بر ملائک هیچ کار، حاجت دارم بود با کردگار، شد خلیل من خداوند احد، گر که او خواهد مرا سازد مدد، گر پسندد زحمت از جان خوشتر است، او پسندد راحتم نیکوتر است. السلام ای شافع روز جزا، ای خلیل الله قرب کبریا، آمدم از بهر یاریت خلیل، نام من باشد به عالم جبرئیل، مرسل احکام ربانی منم، محرم اسرار سبحانی منم، گر به من باشد شما را حاجتی، ساز ظاهر تا نمایم همتی. ای حامل وحی خدا، 100 هزاران آفرین بادا تو را، بر تو نبود حاجتم ای جبرئیل، حاجتم باشد به دادار جلیل، هرچه پسندد خداوند کریم، من پسندم گر بود نار علیم، اما چون پسندیدم چنین فرد احد، از کسی جز او نمیخواهم مدد. ای عمو جان، ای عمو جان، رحمتی بنما به قلب مسترم، سوزمد با آتش کین از ره ظلم و ستم. آخر از بحر خدام، آخر از بحر خدام،
رحمی به جسم ناتوان. هم بر قلبم نباشد، بر تو هم اکنون بدان چون که خواهد آن خدا ولده مبین دوستان خویشتن را دل غمین، دوستان خویشتن را دل غمین. شاکرم در قضا یه خدا، صابرم اندر بلای را، نیست باکم چون بود همراه من. کردگار خلق و دار زمان، ای خداوند کریم لایزال، ای که نفع مال و جاهت را زوال. خدای من رحمتی بنما به قلب مضطرم، یاورم باش از ره لطف و کرم. نبتوان به نزدیک آتش شوی، در این کار تدبیر باید کنی که آتش سوزنده است. چگونه براهیم را بر سوی آتش بیاندازیم کنیم پایان براهش. بدانید مردم، بباید یک کسی راهی گشاید، بر این کار و عمل فتحی نماید.
سلام علیکم. درد علیکم بر تمام دوستان. پهن کردم از براتان کلی دام، دیم دارم دیم دام دارم دیم دام دادم. نام شیطان، شغل دشمن با خدا. بی ادب باشید، بی ادب باشید، بی ادب باشی رفیقم بر شما. ای خلایق، ای خلایق، ز چه خوانید نماز؟ قال الله الحکیم فی محکم و مبرم کتابه فویل للمصلین. خداوند تبارک و تعالی در کتاب خود می‌فرماید وای بر حال نمازگزاران. تحریف کلام عقل نمایم، تحریف کلام حق نمایم، تحریف کلام حق نمایم. راهی به جهیم می گشایم. ای خلایق از چه می خوانید نماز؟ ای خلایق ز چه دارید به خلاق نیاز؟ شما نیازمند خلاقی؟ چرا؟ هر کسی که برود پای قمار می شود از دل و جان با من یار، می شود از دل و جان با من یار. مشاوره در زمینه خانواده. هر زنی بی اجازه شوهر بگذارد ز خانه پای به در، روز محشر رفیق من باشد. روز محشر رفیق من باشد، یاور و همنشین من باشد. جنگ های همه بر روی زمین، جنگ های همه بر روی زمین. من به پا کردم از کین به یقین، بر سر پور و زر و مال و ملال. من به پا کردم از کینه
جدال. اما مشاوره اجتماعی بی‌حجابان همگی جان منند، همگی وصله تنبال منند. هر که بیاب نماید ادرار، اجر او را بدهم من به شمار، اجر او را بدهم من به شمار. قمار است به پا، با سر و کله روم من آنجا، یار سوم بشوم آنها را. وسوسه میکنم آدم ها را، وسوسه میکنم آدم ها را. و اما سبقه تاریخی برای سجده نکردن برون شدم ز بهشت. من برای سجده نکردن برون شدم ز بهشت. خدا به صورت من سیرت کثیف سرشت. کجا رواست کند نور، کجا رواست کند نور. سجده بر گل و خاک، کجا رواست که خاک جمله کثیف است و نور گوهر پاک. ولی به آدم و اولاد او کنم کار که روز نببینند در جهان. آری کنم به وسوسه من خلق را بد و بدنام، که تا کنند شکم ها پر از غذای حرام، از غذای حرام. بعد آنها ندهند خمس و زکات، بعد آنها ندهند خمس و زکات. پر شود از رفقام شهر و دهات، پر شود از رفقام شهر و دهات. دیم دادم دیم دارادم دیم دارا دام پهن کردم دام. جایی که خانواده مهمترین رکن است، باز هم به مشاوره در زمینه خانواده میپردازیم. هر زنی با شوهرش شد بدزبان، زنان فحاش و بددهان، یاران همیشگی من شیطان. هر
هرزنی با شوهرش شد بد زبان. رحمت من باد بر او بیامان. چون نماید مرد خود را ناتوان، او رفیق من بود بی خوف و بیم. جای او در آتش قعر جهیم، قعر جهیم. الغرض جز صالحان جز صالحان در روزگار ما بقی را خر کنم، گردم سوار. میروم اکنون برای نمرود دون تا دهم من مشورت بر آن زبون. مشاوره در راستای آتش فشانی. السلام. حواستون کجاست جناب نمرود؟ حواسم به بارگاهم از. تو کیستی؟ سلام. چه میگویی؟ سلام کردم. السلام. سلام ای کردم. خدای هر دو جهان، منم از بندگان خاص بدان. چون که باشم به دهر صاحب فن، دشمنم بر خدا پرستان من. این شنیدم که خواهی ای سرور حق پرستان کنی ذلیل نظر. آمدم تا به خدمتت باشم. قلب یکتا پرست بخراشم، قلب خوبان ز کینه بخراشم. چه میگویی؟ زیاده روی میکنی سفید دیوانه، به حالت سگ آمده ای برابرم. تو کیستی که چنین دوستی به من داری؟ به خلق از چه سبب مکر و حیله میباری؟ چه صورت از که داری؟ ایا سگ ابتر، گمانم آن که شده کفر در دل تو مقر. خاطرتان هست گفتم بیادب باشی، رفیقم با شما. دیدید چقدر بیادب است؟ آفرین نمرود، آفرین. منم شیطان که مشهورم در آفاق. منم در مکر و تزویر و حیل طاق. نکردم سجده با امر الهی به آدم در هوایی سخت واهی. چو گشتم رانده درگاه معبود،
دگر غیر از خطا نبود مرا سود، دگر غیر از خطا نبود مرا سود. تمام انبیا را دشمنم من، عدوی جان و دین و همتنم من. چو بشنیدم که ابراهیم مستر تو میخواهی به سوزانی در آذر، آری به خدمت آمدم با هر طریقی، به پا سازم برایت منجنیقی. عطا بنمایی ار خلعت ز رحمت، بسازم منجنیقی بی مشقت. باشد انبیا را قبول نداری، مرا به خداوندی قبول داری؟ تو خدای هر دو جهان. آفرین آفرین، جان منی شیطان، آفرین. هم یار منی. اما بیاورید وزیر خلعتی در این محضر، برای خاطر شیطان از راه آمده از تشنه است، بنوش. من نهادم برای خاطر شیطان رفیق بد اختر بگیر خلعت خود از من این زمان کافر، نمای در بر من منجنیق را حاضر. هرچند که خلعتیست ناچیز، سازم ز برات منجنیق نیز. شهریارا نمرود خداوند بی ادبان، این دم استادی نگر، گرچه باشم خار و زار اندر نظر. من بسازم، من بنا سازم ز کینه منجنیق. آفرین. چون که هستم بر شما یاری شفیق، یاری شفیق. آفرین. من فقط میخواهم ابراهیم را در آتش بیندازم، همین مرا بسه. به سادگی به منظورت صبر کن. مرحبا. خداوند سخن میگوید دیگر سخن مگو. مرحبا ای کافر شوم لعین، بر تو و تصویر تو صد آفرین. حال بگو. نمرود سفیدی دندانهای من را دیدی و این گونه با من سخن میگویی؟ وای به شما آدمیان، شما بی ظرفیتید. بنشین بر سر جایت نمرود. برو. منجنیقی بسازم بس په و آن سوی رود. بگو میشنوم. یار گلستان و گرمابه من، چشم بگشا از چه هستی دل غمین، حیله و تصویر شیطان را ببین. دیدم این زمان آرید ابراهیم را،
رحمت بر دل، تو هم خوف و بیم را برنشانیدش کنون بر منجنیق، افکنیدش با سر و رو در حریق. اما من کارهای بسیاری دارم نمرود، ز خدمت تو جدا می شوم در افسوسی. دهم اجازه که دست شریف من بوسی. اشتباه کرده ای شیطان، تو دست مرا ببوس، چون خداوند تو منم و برو دستت مریضا ای وزیر نیک رو. نمرود من شیطان برو. به تو میگویم خدا نگهدارت باشد. برو شیطان، خدا به دادت برسد. به ما خدمت کرده ای، برو ای وزیر نیک روی باصفا. جارو برنشان بر منجنیقان شاه را، پس در آتش افکن او را از عناد، تا بسوزد جسم این نیکونه ها. کم شوید این زمان فرقه زشت بی حیا، کنید نظاره حالیا در بر شاه از جفا از جفا. ابراهیم بت شکن به منجنیق بشو سوار، بیا مکان به نار کن بر سر آتش غضب، برو کنون قرار کن، برو کنون قرار کن. توی خالق کائنات، به مخلوق دادیم ز قدرت حیات. به به عجب آتشی از ره کین فروختم، جسم خلیل را ببین در ره بت بسوختم بسوختم. الهی توییم ارحم الراحمین، خدای من رکعت و بجیام مع الراکعین. ای که تو ظلم بر بت عالی نسب نموده ای، تا که رسید فرصتی کار عجب نموده ای. ابراهیم حال ببین حال ببین در عوض میکشم از تو انتقام،
نیست دگر برای تو حال از این بلا مقام بسوز در آتش، بسوز در آتش ابراهیم بت شکن، بت‌های ما را می شکنی، بسوز در آتش. ببینید مردم ببینید مردم ابراهیم را دارد می سوزد. ببینید مردم، ببینید ابراهیم را آتش زدیم. ببینید مردم، مشاهده کنید. به جسم ما برهم به شاتش بروسد خلیل الله مسوزای ملائک رو در جنت گشایی، گل و لاله بیارید خلیل الله مسوزان. ملائک حسان کنید برای ما حسابان خلیل الله مسوزان. زرنج آتش شد رخ او گشته به او آتش بشد سر خلیل الله مسوزان. همه زبرق و گل، همه بیارید ای عزیزان خلیل الله مسوزان. خلیل الله مسوزان. الا ای محرم اسرار پنهان، حریم قرب را جویان و پویان، هزاران آفرین بر یاری تو. شدم خوشحال از غمخواری تو یا اخا جبرئیل، ولی بر لب حسین نامی که باشد، که نامش این چنین دل می خراشد، که باشد آن عزیز حی داور، که گردد کشته از شمشیر و خنجر. چنان ماهی کجا باشد سپاهت، که آتش افتد در خیمگاهش. توقع باشدم از راه احسان، کنی ظاهر برم این راز پنهان. تو خواستی تو کنون ای خلیل رب مجید، خبر شوی تو ز احوال آن
آن حسین شهید بیا میانه انگشت من نظاره نما که تا خبر شوی از حال سید الشهدا ببین ز بعد حسین آن سپاه شوم پلید چه میکنند به اطفال او به حکم یزید. دارید انتظار دیگر از شکوفیان آتش زدید خیمه سلطان انسجام. غارت کنید تمامی شماها از این اساس و لباس اسلامیان. یا خواجه ابراهیل دست و پای یک جوان از خون حنا آسمان داماد شاه کربلا کودکی قنداقش از خون تر است طفل بی شیرش علی اصغر الله یک تنی بینم یک تنی دیدم که پاره از سنه فریاد از غریبی حسین فریاد از غریبی و بیاری حسین و از ناله های دم به دم و زاری حسین یا حسین گردم فدای اکبرت من به قربان علی اصغرت من به قربان علی اصغرت جانم به فدات یا ابا عبدالله قربان وفات یا ابا عبدالله لعنت به جماعتی که منت کردن عذاب فرات یا ابا عبدالله. روم به کنگره قصر بنگرم ناچار خلیل را چه رسیده است آخر کار چه بینم دلم فتاده ببین بزرگوار خدایا خدای ابراهیم میان نار گلستان و باغ میبینم هزار قمری و بلبل
و ساق میبینم. ابراهیم چه میبینم؟ تو باید در آتش باشی ابراهیم. چرا نسوخت تو را ای خلیل شعله نار؟ تو کرده ای به سریر جلاه و عز و وقار. خدا مراز محبت نگاه داری کرد، مرا نداد به دست عدوم یاری کرد. نمرود ببین چگونه خداییست خدای من. نمرود به جامم نرسیده است ذره ای از دود. خدا منم. هی میگوید خدا خدا. نیکوست خدای را که داری، بر تخت جلال پا گذاری. گر من به خدا سازم اقرار، محروم نمی کند مرا کار. نمرود خدای من کریم است، ستارم رؤوفم هم رحیم است. گر بنده او کند گناهی، بخشد گناهش به یک نگاهیم. بخشد گناهش به یک نگاهیم. ابراهیم من نسازم گردن تسلیم خم. کی کنم از آبرو یک ذره کم؟ زیر این پهنای گردون سپهر، ز پرتو فکنده خدایم ز مهر. بگو من با خدایت جنگ دارم، خدا منم. کجاست خدایت بیاید؟ بگو با خدایت بیاید به جنگ، نباشد برای خدایت درنگ. کم نمانم رود اینک قیل و قال، کن مهیالش گرد بهر جدال. هرچه داری زور و زر آماده کن، باشد خود وداع تاجم تخت و خانه کن. سواران جنگی هزاران هزار، درآیید همه از یمین و یسار. مهیا شوید جمله بی گفتگو، نبرد عظیم است در پیش رو. به میدان گذاری اکنون قدم، بساط خدا را کنی منهدم. خلیل خدا گو به خلاق خویش به خدایت بگو، اگر جرأتت هست قدم نه به پیش. کریم بنده نواز ای خدای رب رحیم، ز راه لطف نظر کن دمیم به ابراهیم. توی خداوام توی قادر و توی معبود، هر آنچه امر تو باشد نمای با. به خدای ابراهیم حمله کنید، حمله کنید دستم، حمله کنید. به خدای ابراهیم حمله کنید. خدا منم، من خدا هستم.
چو دریاب موج تمامی نمرود و نمرودیان به خاک هلاکت نشانیدشان. داد بیداد این چه لشکریست؟ لشکرم را به باد داد، ما را چه می شود؟ لشکر ما را چه می شود؟ چه لشکریست؟ خدا منم، لشکر از آن من است. داد بیداد، داد بیداد، آه از لشکر عجیب و غریب، از کجا میرسند به طور عجیب؟ طبل و ساز و نغاره بنوازید، جملگی را سپاه تراندازید. خدا نیستم، خدا صاحب این لشکر است. آه دیدم سزای خود به جهان، کلم باد کرده، کلم باد کرده ای یاران. امتان این لحظه هجوم آرید، مشت بر کلم فرود آرید، فرود آرید، بزنید 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 بزنید، مشت بر کلم فرود آرید، فرود آرید. بر نمرود ملعون تا صبح قیامت مدام لعنت باد. فردا انشاءالله 1:30 بعد از ظهر مجلس شهادت حضرت مسلم ابن عقیل در خدمت عزیزان خواهیم بود. با ذکر صلوات و قرائت فاتحه حسینیه رو ترک میکنید. همه با هم بخوانید فاتحه مع الصلوات.